We are in Luke chapter 8. خب عزیزان ما در انجیل لوقا هستیم باب 8 And Jesus is still in the region of Galilee. و اونجا میبینیم که عیسی هنوز تو منطقه جلیل هست. And remember that Capernaum is sort of his headquarters. و بیاد میارین که کفرناهم در حقیقت مرکز فرماندهی خدمت ایشون بود، عیسی مسیح. That's where Peter's house is. که در حقیقت تو کفرناهم ما خونه پتروس رو داریم که اونجا عیسی مسیح اون رو مرکز فرماندهیش کرده بود. And chapter 8 begins immediately after chapter 7. خب در حقیقت باب 8 در حقیقت بلافاصله بعد از باب 7 آغاز میشه where Jesus had met with the prideful Pharisee. جایی که در حقیقت عیسی مسیح با یک فریسی خیلی مغرور برخورد کرده بود. And while he's meeting with the Pharisee, this sinful woman comes in and washes Jesus' feet with her tears and pours fragrance on him. و وقتی که با این مرد مغرور، با این فریسی مغرور مواجه میشه، میبینیم که همونجا یک خانومی میاد وارد میشه و شروع میکنه شستن پاهای عیسی مسیح با اشکاش و پاک کردنش با موهاش. And in the events that we saw in chapter 7, we're seeing a comparison between reactions to Jesus. The prideful Pharisee rejects him, the sinful woman is thankful and receives him. و ما دیدیم در همون باب 7 که ما دو تا مقایسه رو داریم نسبت به اون فریسی که مغرور هست و عیسی مسیح رو رد میکنه و اون زن گناهکاری که میاد و عیسی مسیح رو میپذیره. And in that message about the Pharisee and the woman, we learn the principle he who is forgiven much loves much. و توی اون مقایسه‌ای که ما انجام میدیم در مورد اون فریسی و اون زن میبینیم که در حقیقت خداوند عیسی مسیح این رو به ما میگه و این اصل رو ما یاد میگیریم که هر کسی که بیشتر بخشیده میشه عشق بیشتری هم نشون میده از خودش. Let's read chapter 8, verses 1 through 3. Yes sir. آیه 1 تا 3 باب 8 لوقا رو براتون میخونم عزیزان. پس از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا میگشت و به پادشاهی خدا بشارت میداد. آن 12 تن نیز با وی بودند و نیز شماری از زنان که از ارواح پلید و بیماری شفا یافته بودند. مریم معروف به مجدلیه که از او 7 دیو اخراج شده بود، یوحنا همسر خزا، مباشر هیرودیس، سوسن و بسیاری زنان دیگر. این زنان از دارایی خود برای رفع نیازهای عیسی و شاگردانش تدارک می‌دیدند. So we see a group of many women who are supporting Jesus' ministry. پس می‌بینیم که اینجا اشاره کرده به اون گروه هایی که در حقیقت پشتیبان این خدمت عیسی مسیح بودن. And I want you to notice that Jesus has a high regard for women. و میخوام شما توجه بکنین که عیسی مسیح برای خانم ها جایگاه ویژه‌ای قائل بود. And he mentions 3 women in this section of scripture. و توی این قسمت ما می‌بینیم 3 تا زن رو نام برده. In verse 2, we see Mary Magdalene introduced. در آیه 2 باب 8 لوقا می‌بینیم که مریم مجدلیه اینجا معرفی شده. Well, that's kind of a funny name, Mary Magdalene. چه اسم مثلا جالبی داره این مریم مجدلیه. We have at least 6 Marys in the Bible, 6 different women that are called Mary. ما حداقل 6 تا مریم داریم که اسم برده شده در کلام خدا. Mary Magdalene is called that because she comes from the town of Magdala. خب اینجا این مریم به فامیلیش مگدلیه هست به خاطر اینکه از شهر مگدلا اومده. It's only about 8 kilometers from Capernaum. و فقط 8 کیلومتر از کفرناهم فاصله داره. تو تصویر میبینید. Now, the 6 Marys that we see,
There's Mary, the mother of Jesus. خب 6 تا مریمی که ما میبینیم، یکی مریم مادر عیسی مسیح هست، Mary from the town of Bethany, which was by Jerusalem. و یک مریم دیگه هست که از شهر بتنی که نزدیک به شهر اورشلیم هست، Mary, the mother of James the younger. و یک مریم دیگه هست که مادر یعقوب هست، یعقوب جوان، And there's Mary, the mother of John Mark. و یک مریم دیگه هست به اسم که مریمی که در حقیقت مادر یوحنا مرقس هست، And there was a Mary of Rome. و یک مریم دیگه هست به اسم مریم روم. And so Mary of Magdala, we know a little history about her that many demons were cast out of her. و مریم مجدلی کیه؟ ما کسی هستش که به ما گفته میشه چند تا دیو ازش اخراج شده. Can you take a drink of water, Jalal? You're getting kind Yes, of sir. quiet. Yeah. At verse 4, Luke begins to document Jesus's parables. خب میبینیم که در لوقا 4 لوقا در حقیقت اونجا امثال و اون ضرب المثل های عیسی مسیح رو ثبت کرده. And this first parable we're going to look at is the parable of the soils, or the parable of the sower. و ما میبینیم که در همین باب 8 باب 8 هست، در همین باب 8 اینجا لوقا در حقیقت اون ضرب المثل های زمین ها رو بهش اشاره کرده. This is an important parable. یک ضرب المثل و امثال مهمی هست که اینجا باش برمیخوریم. Now, as we look at it, the sower is Jesus. خب همونطور که به این نگاه میکنیم میبینیم که این کارنده، کسی که در بذر رو میپاشه، خود عیسی مسیح هست. And the seed is Jesus's ministry or his message. خب دانه ها چی هستن؟ در حقیقت خدمت عیسی مسیح هستن یا همون پیام عیسی مسیح. And remember, when we were looking at the Pharisee and the sinful woman, we were looking at the different reactions to Jesus. و به یاد میارین که ما توی باب گذشته دیدیم که اون تفاوتی که اون مرد فریسی و اون زن گناهکار داشت و اون تفاوتشون بین اون عکس العملشون نسبت به عیسی مسیح بود. In this parable, we're going to see different reactions to the word or the message. و تو این باب که باب 8 هست ما میبینیم در ادامه اون مطلب داره مقایسه میکنه اون تفاوت عکس العمل‌های دنیا رو نسبت به پیام عیسی مسیح. So let's read verses 4 through 8, please. Yes, sir. آیه 4 تا 8 رو براتون میخونم از باب 8 لوقا. چون مردم از بسیاری شهرها به دیدن عیسی می آمدند و جمعیتی انبوه گرد آمد، او این مثل را آورد. روزی برزگری برای پاشیدن بذر خود بیرون رفت. چون بذر می پاشید، برخی در راه افتاد و لگدمال شد و پرندگان آسمان آنها را خوردند. برخی دیگه در زمین سنگلاخ افتاد و چون رویید خشک شد، چرا که رطوبتی نداشت. برخی نیز میان خارها افتاد و خارها با بذرها نمو کرده آنها را خفه کرد. اما برخی از بذرها در زمین نیکو افتاد و نمو کرد و صد چندان بار آورد. چون این را گفت، ندا در داد، هر که گوش شنوا دارد بشنود. Okay, so as we look at this, we are going to put on the mind of a farmer. خب همونطور که به این آیات نگاه میکنیم ما سعی میکنیم که ذهن یک کشاورز رو درک کنیم. Some of the seed fell by the wayside and it was trampled down and the birds took the seed away. بعضی از این بذرها میبینیم که میفته در اون حاشیه جاده و اون بذرها به وسیله پرنده ها خورده میشن. In English, we use the word wayside. The idea, it was the path where everyone walked and the dirt was so hard that the seed could not get into the dirt. خب توی انگلیسی از این کلمه استفاده میکنیم، در حقیقت میگیم که راهی که مردم ازش عبور میکنن. چون وقتی مردم ازش عبور میکنن و لگدمال میشه، اون جاده سفت میشه و دیگه وقتی که دانه میفته
دیگه وارد خاک نمیشه و همون رو سطح میمونه. I've done a little bit of farming and I've tried to plant grass seed once. خب من خیلی یه خورده در حقیقت کشاورزی میکنم و کردم و یه زمانی هم علف سعی کردم یه سری گیاهان رو بکارم And I threw the grass seed out on the ground. I could see it there. و وقتی که اون دانه ها رو پاشیدم روی زمین و تونستم اونها رو ببینم And I was amazed at how fast the birds saw the seed and came and ate it all. و برام خیلی شگفت انگیز بود وقتی دیدم که پرنده ها اومدن و همه رو خوردن. We're going to get into more explanation of what everything means in a little bit. حالا میریم که یه خورده بیشتر توضیح بدیم و توضیح بشنویم که این چه معنایی داره. Verse 6, some fell on the rock, and as soon as it sprang up, it withered away because it lacked moisture. خب توی آیه 6 میگه که بعضی در زمین سنگلاخ افتاد و چون رویید خشک شد چون رطوبتی هم نداشت. Now, the idea here is it's rock mixed with dirt. اینجا ایده اینه که در حقیقت این سنگ ها با اون خاک و اینا انباشته هستن، با هم دیگه میکس هستن. And when you would get rain, that dirt would soak up the water. وقتی که بارون میاد اون خاک ها تمام اون رطوبت رو جذب میکنه But then there would be rock, so there's no more water. و بعد دیگه اون سطح فقط پر سنگ میشه و دیگه اصلا اون هیچ رطوبتی نداره، آبی نداره اونجا. And so that seed falls and it takes root in that little bit of dirt. وقتی که دونه میفته روی اون خاک در حقیقت یک کوچولو میتونه دسترسی پیدا کنه به اون خاکه So it begins to grow happy. و شروع میکنه به رشد کردن خیلی خوشحال. But when the root goes further and hits the rock, there's no dirt there and there's no water, so it stops growing. ولی وقتی که اون ریشش رشد میکنه و میره پایین و بر میخوره به سنگ دیگه هیچ رطوبتی پیدا نمیکنه، بعد دیگه میبینیم که متوقف میشه و رشدش کاملا متوقف میشه. Some fell among the thorns. بعضی از دانه ها بر روی خارها میفتن. That's in verse 7. آیه 7 هست. Now, this year I planted many potatoes. خب امسال عزیزان من کلی سیب زمینی کاشتم And it was good, rich soil. و خاکم هم خیلی خوب و غنی بود، No rocks. هیچ سنگی هم نبود And the potatoes started to grow. و اون سیب زمینی ها هم شروع کردن رشد کردن And the grass also started to grow. و اون علف ها هم شروع کردن رشد کردن. And the weeds grew. بعد چی شد؟ علف های هرز سر کلشون And پیدا so شد did my wild oats. I have wild oats in my field. و توی اون زمین خودم یه دونه وایل اولز Wild oats. Oat, like oatmeal, oats grow. یس و اونجا جو وحشی هم روید. And I was too busy to go remove all the weeds. خب من انقدر سرم شلوغ بود که نمیتونستم برم و علف های هرز رو بکنم Because I had to teach my class on Luke. به خاطر اینکه باید آماده میشدم برای کلاس خودم در انجیل لوقا. So I got potatoes this year, but not very many, and they weren't very big because the weeds competed with the potatoes. و خب میبینیم که سیب زمینی خیلی زیادی محصول نداد و به خاطر اینکه اونجا علف های هرز با سیب زمینی ها در رقابت بودن برای رطوبت و اون غنای خاک. And then verse 8, this is what we want. و بعد در آیه 8 هم میبینیم که اون چیزی هستش که ما میخوایم. Others fell on good ground and they grew and they yielded a crop 100 times more. و میبینیم که این بذره میفته تو زمین خوب، بعد نمو میکنه، صدها برابر محصول میده. عالیه. No weeds, no rocky soil. نه دیگه زمین سنگی هست، نه علف هرزی هست اونجا.
And then Jesus says, he who has ears to hear, let him hear. و اونجا میگه که عیسی مسیح کسی که گوش شنوا داره اجازه بدین که بشنوه. So he's saying, for those of you who can understand, hear and understand. و میگه که پس در اینجا میگه اون کسی که میتونه گوش بده و بشنوه اینو باید بشنوه. And for those who are blind, no matter what you do, you will not understand. و برای اونهایی هم که نابینا هستن اصلا دیگه فرقی نمیکنه که تو چیکار کنی، اونا نخواهند فهمید. Now remember, he is speaking to Jewish people who have studied the Old Testament. خب توجه کنید که این جملات رو عیسی مسیح داره به یهودی ها میگه، به یهودی هایی که عهد عتیق رو مطالعه کردن. And they would recognize that Jesus was quoting the Old Testament. He was quoting Isaiah. و اونا میدونستن که عیسی مسیح داره اشعیا باب 6 رو داره نقل قول میکنه. Now این here's 9 تا 10. here's the situation with Isaiah. و اینجاست اون آیه‌ای که عیسی مسیح داره انگار بهش نقل قول میکنه. God said to Isaiah, go teach the people, but they're not going to listen to you. خداوند به اشعیا گفت برو و مردم رو تعلیم بده اما اونها قرار نیست به تو گوش بدن. So you can see Isaiah chapter 6 verse 9. و اگه شما ببینین اشعیا باب 6 آیه 9 رو. Do you have that, Jalal? Could you read that? Verses Yes 9 sir, and I 10. can. Yeah, I can go there. 6 آیه 9 و 10 رو براتون میخونم عزیزان. فرمود برو و به این قوم بگو همچنان بشنوید اما نفهمید، همچنان ببینید اما درک نکنید. دل این قوم را سخت ساز، گوشهایشان را سنگین کن و چشمانشان را ببند. مبادا با چشمان خود ببینند و با گوشهای خود بشنوند و با دلهای خیش بفهمند و بازگشت کرده شفا یابند. آمین. So Jesus taught the parable. If you could hear and understand it, wonderful. Please do. و می‌بینیم که اینجا عیسی مسیح داره این امثال رو داره به کار میبره و داره میگه اگه شما این رو بفهمید این چیزی هستش که قابل اجرا هست و خوب است تا انجامش بدین. And Jesus' disciples went, huh? What? و می‌بینیم که در حقیقت شاگردان عیسی مسیح وقتی این جمله رو میشنون میگن چی رو انجامش بدیم. They probably went to him after they left all the people. And they're going, I don't understand, Jesus. Can you explain it to me? احتمالا وقتی که همه رفتن شاگرداش به عیسی مسیح گفتن که ما واقعا نفهمیدیم تو چی گفتی، میشه برای ما توضیحش بدی؟ And so Jesus does in verses 9 and 10. Please read 9 and 10. Yes sir. پس و می‌بینیم که عیسی مسیح هم این کار رو انجام میده، چون تو آیه 9 و 10 ما این رو میخونیم در باب 8 لوقا. شاگردانش معنی این مثل رو از او پرسیدن. گفت درک رازهای پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما با دیگران در قالب مثل سخن میگویم تا بنگرند اما نبینند، بشنوند اما نفهمند. آمین. So Jesus is explaining to them, you've been given the gift to understand. و اینجا عیسی مسیح داره براشون توضیح میده، میگه به شما درک رازهای پادشاهی آسمان داده شده. But those who consider themselves self-righteous, they don't need a savior, they're blind. ولی اونهایی که خودشون رو خودپارسا بین هستن و اونا احتیاج به نجات دهنده ندارن، اونها نابینا هستن. Their hearts just cannot receive it. و قلبهای اونها اصلا نمیتونه این رو دریافت کنه عزیزان. And so here God is saying it right in front of them and showing it to them so they can see, but they don't see. They hear, but they don't hear. و اینجا میبینیم خداوند در حضور اونها ایستاده، داره بهشون نشون میده ولی اونها نمیبینن، داره باشون صحبت میکنه ولی نمیشنون. Now in verses 11 and 12, he begins to explain the meaning of the parable. و در آیه 11 و 12 میبینیم که عیسی مسیح شروع میکنه تا توضیح بده این مسئله ها رو برای این عزیزان. براتون میخونم.
And this is great because Roger doesn't have to explain the parable. Jesus explains it. I'd rather have Jesus explain it. و این خیلی بهتره، چون دیگه الان دیگه نیاز نیست راجر برای شما توضیح بده معنی این مسئله ها رو، چون خود عیسی مسیح اینجا معنی این مسئله ها رو توضیح داده. But I'll help a little. ولی خب من یه خورده کمک میکنم برای درکش. Read 11 and 12, please. Yes sir. آیه 11 و 12 رو براتون میخونم. معنی مثل این است: بذر کلام خداست. بذرهایی که در راه میافتند کسانی هستند که کلام رو میشنوند، اما ابلیس میآید و آن را از دلشان میرباید تا نتوانند ایمان آورند و نجات یابند. آمین. Now remember when Jesus told the parable, he said the birds came and took the seed away. بیارین که وقتی عیسی مسیح داشت این مثل رو توضیح میداد گفتش که اون پرنده اومده و اون دانه رو بوده. But in verse 12, he says the devil came and took the seed away. ولی در آیه 12 میگه که اون ابلیس، اون اهریمن میاد و اون دانه رو میربایه. When birds are mentioned in the Bible, they almost always represent evil. هر جا که در حقیقت تو کلام خدا اشاره شده به پرنده، اکثر اوقات منظورش همون ابلیس یا همون اهریمن هست. So when you study the parable of the mustard seed, which we'll get to later, خب ما قطعا میرسیم به اون نقطه‌ای که قراره دانه خردل رو توضیح بده در کلام خدا که بهش میرسیم. and the birds come and rest in the branches, و میبینیم که پرنده ها میان و در اون شاخه ها لانه میکنن. remember, birds represent the devil or evil. بیاد داشته باشین که اونجا پرنده ها نماینده اهریمن و ابلیس هستن. So understanding that symbology helps us to understand other scriptures. خب دونستن این سمبل ها عزیزان، این جور جاها کمک میکنه به ما که در جاهای دیگه متن رو متوجه بشیم. So verse 11 and 12 is the way or the hard soil, and the soil's not ready, and the devil steals the word away. و اینجا توی آیه 11 12 میبینیم که این مسئله خاک اون قلب ها رو داره میگه و وقتی که که کلام خداست پاشیده میشه، اون شیطان میاد به عنوان پرنده و چیکار میکنه؟ در حقیقت اون دانه رو بر میداره. So the wayside or the path, the hard soil, represents the unsaved. Would you restate? The way path, the hard soil, represents those who are not saved. پس ببینید اون مسیری که داره میگه مسیر سختیه، اون جاده‌ای که جاده سفتی است و بعض داخلش نشده، نماینده کسانی هستش که هنوز نجات پیدا نکردن. The other three represent the saved. و بقیه اون سه تا آشکار کننده اونهایی هستن که نجات پیدا کردن. We can be saved and belong to God, but not be fruitful at all. ما میتونیم ما میتونیم متعلق به خداوند باشیم، ما میتونیم در حقیقت نجات پیدا کرده باشیم اما پرثمر نباشیم. So let's read verse 13, please. آیه 13 رو براتون میخونم. بذرهایی که بر زمین سنگلاخ میافتد کسانی هستند که چون کلام را میشنوند آن را با شادی میپذیرند، اما ریشه نمیدوانند. اینها اندک زمانی ایمان دارند، اما به هنگام آزمایش ایمان خود را از دست میدهند. Oh, I heard about Jesus. It's wonderful. There's great joy. میگه که طرف میگه که آره من راجع به عیسی مسیح شنیدم، خیلی عالیه، عجب شادی عظیمی. They believe, but as time goes on, there's no strength, there's no commitment, and so there's no growth. و میبینیم که اونها ایمان میارن و میبینیم که دیگه ولی زمان میگذره و اصلا متعهد نیستن به کلام خدا و به اون پیام و میبینیم که رشد نمیکنن. Now we know that salvation is assured because they believed. خب ما میدونیم که نجات یه چیز مطمئن هست و چیزی هستش که در حقیقت از دست رفتنی نیست. و would you say your second part?
It's assured because they believed. خب مطمئن هستیم به نجاتمون به خاطر ایمانمون. But growth and fruit requires more than just belief. It requires effort, obedience. ولی خب رشد کردن و جلو رفتن عزیزان نیاز به این رو داره که تلاش کنیم و اطاعت کنیم. Let's go to the next one, verse 14. خب بریم به آیه بعدی، آیه 14. Go ahead and read that, please. Yes sir. آیه 14 رو براتون میخونم. بذرهایی که در میان خارها میافتد کسانی هستند که میشنوند اما چون میروند نگرانی ها، ثروت و لذات زندگی آنها را خفه میکند و به ثمر نمیرسند. So here we see salvation, they believe, they take root and begin to grow. پس اینجا ما میبینیم نجات رو و اون که داره یارو طرف داره رشد میکنه، شروع میکنه رشد کردن. But the growth is held back because of all of the competing weeds. ولی میبینیم رشدش متوقف میشه و در حقیقت اون رو به سمت عقب میکشونه، چون خاطر اینکه اونجا رقابت وجود داره و مانع رشد میشه. And verse 14 tells us what those weeds are. و اینجا به ما میگه که اون علفهای هرز چی هن که مانع رشد شدن. Cares, riches, pleasures of life. داره به ما میگه که اون نگرانی ها، ثروت ها، لذات زندگی در حقیقت هم اون علفهای هرزی هستن که مانع رشد اون ایمان و نهال ایمان میشن. So they believe, but instead of focusing on their citizenship in the kingdom of heaven, they're focusing on the world. و خب اونها ایمان دارن ولی به جای اینکه تمرکز کنن به اون در حقیقت اون شهروندی خودشون که در آسمان هست، تمرکزشون روی دنیا و مسائل دنیایی هست. And notice the result. They bring no fruit to maturity. و توجه کنی به نتیجهش، ثمر خوبی رو در بلوغ و بالغ شدن ندارن. They're still saved, but there's no fruit in this life. خب هنوز ایمان نجات رو دارن ولی ثمره تو زندگیشون ندارن. That's probably the one that most of us have trouble with. خب این احتمالاً چیزی هستش که بیشتر ماها باش درگیر هستیم عزیزان. It's hard to not think of the world. خب سخته که آدم راجع به مسائل دنیایی فکر نکنه. We want to be, verse 15. ما میخوایم که آیه 15 باشیم. Go ahead and read verse 15. آیه 15 رو براتون میخونم. اما بذرهایی که بر زمین نیکو میافتد کسانی هستند که کلام را با دلی پاک و نیکو میشنوند و آن را نگاه داشته پایدار میمانند و ثمر میآورند. Notice the key to this example. خب توجه داشته باشید به اون نکته کلیدی این مثال عزیزان. They heard the word with a noble and good heart and they kept it. خب میبینی اونها این کلام رو میشنون با یک دلی پاک و نیکو و حفظش میکنن. Hearing with a noble heart is describing good soil, ready to receive God's word. خب اینجا در حقیقت دل نیکو چیه؟ اون دلی هستش که قلب نیکو هست و خاک نیکویی هست و کلام خدا در روش میفته و رشد میکنه. That's a heart that doesn't have self-righteousness. و این قلبی هستش که خودپارسابی نیست عزیزان. Keeping God's word is a synonym for obedience. خب وقتی میگه که کلام رو نگه میدارن در حقیقت مترادف همون اطاعت از کلام خدا هست. Now we've looked at 4 different responses to hearing God's word. پس ما الان به 4 تا پاسخ نگاه کردیم که انسان‌ها نسبت به کلام خداوند و عکس العمل نشون میدن و پاسخ میدن. And we've probably all seen people that fit each one of those categories. و ما احتمالاً دیدیم که انسان‌های زیادی رو در دور و بر خودمون که تو یکی از این قسمت‌ها فیت میشن و تو یکی از این قسمت‌ها قرار میگیرن. And remember that Jesus is explaining this to his disciples who are going to be spreading God's word.
خب توجه کنین و به یاد بیارین که عیسی مسیح داره به اینو برای شاگرداش تعریف میکنه، کسانی که قراره که برن و کلام خداوند رو گسترش بدن. So Jesus is explaining what is needed for good spiritual growth. و اینجا داره عیسی مسیح توضیح میده که به چه چیزی نیاز هست برای رشد روحانی. Salvation is dependent upon believing. پس میبینی نجات خیلی مرتبط هست بر باور. Growth is dependent on the soil and the actions we take once we believe. و در حقیقت رشد وابسته هست به اون خاک، به اون عمل کرد و اون اطاعتی که ما بر اساس اون باورمون انجام میدیم. Then he moves on for his disciples to another parable. میبینیم که عیسی مسیح جلوتر میره برای شاگرداش به یک مسئله دیگه. Now remember, he's still looking at comparisons, the self-righteous Pharisees and the disciples who are being obedient. خب و الان داره باز هم بیاد داشته باشین که عیسی مسیح بازم تو اون وضعیت مقایسه است. وضعیت مقایسه کسانی مثل فریسی ها که خودپارسابین بودن و همینطور شاگردان عیسی مسیح که داشتن اطاعت میکردن از عیسی مسیح. This is the parable of the lamp. اینجا داره مثال چراغ رو میزنه. The light of the lamp represents the true knowledge of God. وقتی که میگه چراغدان و چراغ داره این سمبولی هست از اون دانش حقیقی و درست از خداوند. And I believe that Jesus could be contrasting his 12 disciples with the self-righteous religious leaders. خب من باور دارم که عیسی مسیح داره اینجا یک تضاد رو ایجاد میکنه بین شاگردای خودش و اون خودپارسابینانی که در حقیقت رهبران مذهبی بودن. The 12 disciples are spreading God's word and revealing it to everyone. اون 12 شاگرد عیسی مسیح کسانی بودن که کلام خداوند رو پخش میکردن و اون رو آشکار میکردن، مکاشفه میدادن به انسان ها. And the religious leaders were discouraging God's word and hiding it. ولی رهبران مذهبی چیکار میکردن؟ در حقیقت اون چراغ رو، اون کلام خدا رو مخفی میکردن و باعث میشدن کلام خداوند تعلیم داده نشه. Let's read 16 through 18. بریم آیه 16 تا 18 رو بخونیم. هیچ کس چراغ را بر نمی افروزد تا سرپوشی بر آن نهد یا آن را زیر تخت بگذارد، بلکه چراغ را بر چراغدان میگذارند تا هر که داخل شود روشنایی را ببیند. زیرا هیچ چیز پنهانی نیست که آشکار نشود و هیچ چیز نهفته نیست که معلوم و هویدا نگردد. پس دقت کنید چگونه میشنوی، زیرا با آن که دارد بیشتر داده خواهد شد و از آن که ندارد همون هم که گمان میکند دارد گرفته خواهد شد. So the point is, when you see the light, be careful to hear. Listen. و نکتهش اینه که عزیزان وقتی داره میگه که وقتی که شما اون نور رو میبینید مراقبش باشین و بهش گوش بدین، توجه کنین. When you begin to listen and understand, God will open your mind so you listen and understand more. و وقتی که شما شروع میکنین به گوش کردن به کلام خداوند، خداوند ذهن شما رو باز میکنه و شما بیشتر و بیشتر میفهمین. But for those who want to cover that light and don't want to see it, ولی برای اونایی که میخوان اون نور رو بپوشونن و نمیخوان اون نور رو ببینن، as they reject God's word, God increases their blindness. همونطور که کلام خدا رو رد میکنن، خداوند خب اون نابینایی که دارن رو میافزایه. Imagine how helpful these parables were to the disciples as they go to spread God's word and they see different people reacting. تصور کنین که وقتی که شاگردان عیسی مسیح دارن این کلمات رو از عیسی مسیح میشنون و این تصویرسازی ها رو عیسی مسیح داره انجام میده، میدونن که وقتی رفتن تا کلام خداوند رو گسترش بدن و انتشار بدن با عکس العمل های متفاوتی مواجه خواهند شد. So let me suggest this application.
خب اجازه بدین این مسئله کاربردی رو، این نکته کاربردی رو نسبت به این مطالب به شما به اشتراک بگذارم. You have a friend that you're trying to share the gospel with, شما مثلا یه دوستی داری که داری سعی میکنی که کلام خداوند رو با او به اشتراک بگذاری and they don't want to hear it. They reject and they're covering up that light. ولی مثلا اونا نمیخوان این رو بشنون و میخوان که رد کنن این نور رو و در حقیقت بپوشونن اون نور رو. Should you push and show them more light and push? آیا شما باید مثلا فشار بیاری و هی نور بیشتری رو به اونها نشون بدی، هی فشار بیاری؟ What this parable is telling us is that as they reject the light, their blindness will get stronger. They're more blind. ولی این مسئله داره به ما میگه که وقتی که اونها نور رو رد میکنن انگار نابینایی اونها بیشتر میشه و تاریکتر میشن. So maybe in that situation, it's wiser to stop showing them the light and wait for a different time. ولی خب حکمت چیه عزیزان؟ ممکنه که تو این موقعیت بهتر این باشه که ما متوقف کنیم این تابیدن نور رو و منتظر باشیم که یک زمان بهتری فرا برسه. So the 12 disciples are getting this knowledge and information that will help them as they do their ministry. پس این 12 شاگرد اونجا جمع هستن و این دانشی که عیسی مسیح داره به اونها میده خیلی کمک کننده خواهد بود برای اون خدمت اونها در آینده. At verse 19, the author, Luke, moves from the parables and goes back to historical narrative. خب در آیه 19 از میبینیم که اون نویسنده این انجیل که میشه لوقا از اون مثل برمیگرده و تمومش میکنه و برمیگرده به اون روایت داستانی عیسی مسیح. Let's read verses 19 through 21, please. یسر آیه 19 تا 21 باب 8 لوقا رو براتون میخونم. در این هنگام مادر و برادران عیسی آمدند تا او را ببینند، اما ازدحام جمعیت چندان بود که نتوانستند به او نزدیک شوند. پس به وی خبر دادند که مادر و برادرانت بیرون ایستاده‌اند و میخواهند تو را ببینند. در پاسخ گفت مادر و برادران من کسانی هستند که کلام خدا را میشنوند و به آن عمل میکنند. Now, Jesus had half brothers and sisters. خب ما میدونیم که عیسی مسیح برادر خواهر داشته. We know this from Mark when Jesus was rejected in his hometown of Nazareth. خب ما این رو از مرقس هم میدونیم. در انجیل مرقس ما میخونیم که عیسی مسیح در شهر ناصره، در شهر خودش، رد شد از طرف مردم. Remember, Jesus came to his hometown and they rejected him. بیاد بیارین که عیسی مسیح اومده بود به اون شهر زادگاه خودش و مردم زادگاه خودش او رو رد کردن. And they're saying, isn't this Jesus who we grew up with? We know his mother and father, and we know his brothers and sisters. و گفتن که آیا این همون عیسی نیستش که ما مادرش رو و پدرش رو میشناسیم، خواهر برادرش رو میشناسیم؟ This is also mentioned in Matthew chapter 13. و همینطور میبینیم که این نقل قول در باب 13 متی هم ذکر شده عزیزان. Now, per the Gospel of John chapter 7, در انجیل یوحنا باب 7 we're told that Jesus's brothers did not believe in him. به ما اونجا گفته شده که برادرای عیسی مسیح به او باور نداشتند. They did not believe in him until after the resurrection. و میدونیم که برادر عیسی مسیح به او ایمان نیاوردند تا زمان بعد از رستاخیز عیسی مسیح. While he was doing his ministry on earth, they thought, what's wrong with our brother? He's crazy. وقتی که داشت خدمت خودش رو بر روی زمین انجام میداد گفتش که حالا برادرای من و مشکل برادرای من چیه، چرا اینقدر دیوونه بازی در میارن؟ After the resurrection, they believed. ولی بعد از رستاخیز میبینیم که
برادرای عیسی مسیح بهش ایمان میارن. عزیزان جمله قبلی اشتباه ترجمه کردم، عذرخواهی میکنم. گفتش که برادرای عیسی مسیح میگفتن که چه مشکلی داره عیسی، چرا اینقدر دیوونه بازی در میاره. His brother James became the leader of the Jerusalem church. و میبینیم که برادر عیسی مسیح یعقوب تبدیل میشه به رهبر کلیسای اورشلیم And he wrote the book of James. و رساله یعقوب رو ایشون مینویسه. After the resurrection, his brother Judas became a believer and wrote the book of Jude. و بعد از رستاخیز عیسی مسیح برادر دیگر عیسی مسیح یهودا هم ایمان میاره و رساله یهودا رو مینویسه. Now, verse 21, when Jesus hears his family's coming to see them, it seems kind of rude that he's dismissing them. تو آیه 21 میبینیم که وقتی که خانواده عیسی مسیح مادر برادراش میان اون رو ببینن، به یک جوری انگار خیلی بی‌ادبانه هست و انگار که میخوان اون رو دور بندازن. And at this point, Jesus is focused on his ministry, training his disciples. خب تا این قسمت ببینیم که عیسی مسیح خدمتش و تمرکزش روی خدمتش و روی شاگرداش هست تا شاگرداش رو تعلیم بده و آماده کنه. And as his brothers came, he knew they didn't believe. و وقتی که برادر عیسی مسیح اومدن سراغش با مادرش، در حقیقت عیسی مسیح میدونست برادراش بهش ایمان نیاوردن. You could say that the approaching of his brothers was similar to weeds wanting to choke out the growth in the good soil. و میتونیم این رو ببینیم که اومدن برادراش در حقیقت به سراغ عیسی مسیح شبیه اون زمینی هستش که وقتی خارها نمو میکنن و اون دانه رو خفه میکنن. And Jesus answers by proclaiming what is necessary to have a right relationship with him. و اونجا عیسی مسیح جواب میده و میگه و توضیح میده که چه چیزی لازم هست برای داشتن یک ارتباط درست با خداوند. And look at what he says. It's two things. توجه کنیم به اون چیزی که عیسی مسیح میگه. دو تا چیز رو اینجا اشاره میکنه بهش. My mother and brothers are those who میگه برادر و خواهران من کسانی هستند hear the word of God and believe. کلام خدا رو میشنوند And و then do it. Number two is they do it. بهش باور میکنن و به اون عمل میکنن. They دومین obey. عمل هست. در حقیقت دارن اطاعت میکنن. So it's believe and obey. پس ببینید باور و ایمان هست و اطاعت. Those are my family. Those are my brothers. میگه که اینها کسانی هستند که خانواده من هستند، برادران من هستند. And we are all of us in this class are trying to learn to do that. و در حقیقت همه کسانی که اینجا تو این کلاس هستیم داریم تلاش میکنیم که این کارها رو انجام بدیم و عمل کنیم. We got the belief part down. I believe. Do you believe? خب پس ما قسمت باور رو انجامش دادیم تا حالا، به مسیح ایمان آوردیم، شما هم ایمان آوردین، درسته؟ We just struggle with the doing it part, the obedient part. ولی هممون در اطاعت کردن عزیزان کشمکش داره میکنیم، تو اون قسمت کشمکشش هستیم. And that's why God creates a church and a family fellowship so we can help each other and encourage each other to not be choked out by the weeds. و این دلیل این هستش که خداوند کلیسا رو به وجود آورده و جمع ایماندارا رو به وجود آورده تا همدیگه رو کامل کنیم و به همدیگه کمک کنیم تا وسیله اون نگرانی های زندگی و اون خارها خفه نشیم. We'll pick it up at verse 22 next time. ما هفته آینده در حقیقت ادامه میدیم مطالعات خودمون رو از آیه 22 به بعد باب 8 لوقا.